بهترین موقع واسه خریده. نه شما برین، من نمیام. نه امکان نداری. الان این دختری میخواد خریدای پاریسشو بکنه تو چشممون. نباید کم بیاریم جلوش. آره ستایمون باید خودی نشون بدیم. دختره آرتمین. منظوری از ستایمون چیه عزیزم؟ اما عزمیه جون ما نمیتونیم مثل تو باشیم. یعنی تو یه شیرزنی. آره اونم درسته. من میرم خونه دخترو. همه چی همونطوری که بود تو خونه ول کردم. باید جمعشون کنم. بهتون خوش بگذره. شت. ذهنتو مشغول نکن باشه، فردا قرار خوش بگذرونیم. میبینمتون. دوبله شده در استودیو جیم. سلام. آروم باشین آروم. شما بودین محرم خان خسته نباشی. اما وقتی شما یه هایی پیداتون میشه اصلا آدم خیلی میترسه. اینطوری نکنین آدم سکته میکنه. ببخشید عادت کردم. دیروزم دعوتم کردین قهوه بخوریم اما یه هایی غیبتون زد. یعنی اونم از رو عادته؟ نه اون یه وضعیت اضطراری بود. امروز برای اینکه جبران کنم اومدم تا شما رو ببرم یه گشتی بزنیم. چه گشت و گذاری ها؟ ما قراره از طرف شرکت بریم خارج از شهر یه گشتی بزنیم. هر کسی رو بخوایم هم میتونیم با خودمون بیاریم. اما من با شرکت شما چه کاری میتونم داشته باشم آخه؟ قبول میکنیم و میایم؟ پس فردا جلوی در شرکت باشین. آره فیروز تو چرا میخوای قبول کنی؟ وایسا دختر. خب کجا میرفتیم طرف نیستین. یارو باز دوباره غیبش زدا. خیلی آدم عجیبیه لیلا. یعنی چه؟ فیروز تو میخوای با آدمی که هنوز یه قهوه باهاش نخوردیم بریم مسافرت؟ لیلا جون کل بچه‌های شرکت میخوان برن، یعنی دیمیر و لروکس هم باهاشونن. یه طرف جنگل یه طرف آب و دریا. مگه محیط از این رومانتیک تر میشه لیلا جونم؟ عالی میشه. میریم. داروهاشو بهش بدین. هر وقت آوردینش باز یه نگاهی بهش میندازین. باشه ممنونم. حالا به دور باشه. چقدر خوشحالم که میبینمت. اگه بریم مسافرت چطور میشه؟ یعنی بالاخره اولین مسافرتمون با هم خیلی هیجان انگیزه. من مسیرمون رو انتخاب کردم. مسیر؟ ایپسالا، کرموتی، تاسوس، کاوالا، سلانیک، هالکیدیکی و اولمپوس. خیلی خوبه اما مسیر ما مشخصه. آلارا خانم برنامه همه چی ریخته. یعنی این یه سفر کاریه؟ آره میریم به یه مسافرت 2 روزه. اما تو هم میای. خوشگلم این یه سفر کاریه. من اونجا چی کار دارم؟ چون که گفتن میتونین با خودتون یه نفر خاصم بیاری. حالا که در مورد من گفتن پس باشه میام. عالیه. کلی خوش میگذرونیم. مطمئنم خیلی بهت خوش میگذره. سیر نشدی. خیلی هم خوش گذشت. خیلی هم خوب بود. کوفت و زهرمار تازه اومده برای من تعریف میکنه. آخه چرا برای من تعریف میکنی؟ انگار من مشتاقم بشنوم. آره خب دردش اینه که من بشنوم. بی خیالمون شد دیگه بابا. کارتونو که تموم کردیم. با دمیرم که رفتی پاریس دیگه چی میخوای از جونمون؟ ولمون کن بذار به کارمون برسیم. حالا مثلا 2 روزی که با دمیر بریم مسافرت چی میشه؟ وای من کی از دست این زنه خلاص میشم؟ خسته نباشی. تو کی اومدی؟ قبل از غور زدنات اومدم. البته نمیدونم چند ساعته داری غور میزنی اما حداقل خونه به وضعیت اولش برگشته. دست درد بر نگشته. تا هستی بر نخواهد گشت. من میرم بالا یک کم بخوابم. پاریس خوش گذشت؟
آره خوب بود. که اینطور خیلی داری تو ذهنت خیال بافی میکنی. هدمیر تو که هیچی نمیگی. لراکس ببینم تو امروز تو جلسه با ما نبودی؟ حرفای یلدریم خانو نشنیدی؟ همون خیلی موفقیت آمیز بود. همه خوششون اومد. اینا به عنوان اعتبار و روابط جدید به آرتمین برمیگرده. متوجه اینا هستی؟ خب اینا رو توضیح نمیدی که. به کی ارائه دادین؟ چند نفر بودین؟ از پروژه خوششون اومد؟ از چیش خوششون اومد؟ فقط میتونم اینو بشنوم با آلاره خانم چقدر بهتون خوش گذشته. حتی اینقدر خوش گذروندین که آلاره خانم برای اینکه از تو دور نشه تصمیم گرفته یه برنامه مسافرتی دیگه هم بچینه. خیلی خوبه. به خونه خوش اومدی دمیر. تو خونه هیچی عوض نشده. هنوز داریم در مورد همون چیزا صحبت می‌کنیم. آره تو هم اصلا عوض نشدی. هنوزم به جای اینکه جواب بدی فرار می‌کنی. میرم بخوابم لروکس. خوب بخوابی دمیر. اعصاب خورد کن. میتونی بیای تو. خوبه؟ هنوز نخوابیدی؟ تو تونستی بخوابی؟ خستگی پاریس رو در کردی؟ خیلی خوب خوابیدم. ازت ممنونم. این برای توه. خیلی خوشم اومد. ممنونم. اینه هست. یه هدیه دیگه؟ چرا زحمت کشیدی؟ فکر کردم خوشت بیاد. وقتی دیدم یادت افتادم. ببین چطوره خوشت اومد؟ اینم بذاریم تو چمدونت. اما باید مراقب این باشیم چون بالاخره میخوای بندازی شوشونای عشق خوشگلت. نباید چروک بشه. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. آره رنگش خیلی قشنگه. ممنونم. شب بخیر لروکس. چی کار میکنی لروکس؟ چرا اینجوری میکنی آخه؟ همین دیروز با آلارا بود. اوف دمیر، چرا انقدر ذهن منو به هم میریزی؟ آخه چرا؟ لروکس دارم میام تو. لروکس
لروکس زود باش باشو. دمیر داره دیر میشه. نه هنوز دیر نشده که. آها مسافرتو میگی؟ من نمیام. لروکس زود باش باشو. وسایلتو جمع کن. ماشین از جلوی آرتمیم حرکت میکنه. من میرسونمت. تو برو خوش بگذرون. من نمیتونم 2 روز بچه‌هامو تنها بذارم. من براشون غذای کافی گذاشتم. اگه لازم باشه به وداتم میگم وقتی ما نیستیم بیاد بهشون سر بزنه. من نمیام. نه خیر میای لروکس. دمیر نمیخوام. مگه زوره؟ آره زوره. چون این یه مسافرت کاریه. همه باید اونجا باشن. کل شرکت میریم. زود باش بلند شد. چیکار کنم؟ خوشگذرونی تو آلارا رو تماشا کنم؟ نه وداتو خبر کن بیاد باغچه رو سوراخ کنین. بعدش هم بوراک بیاد با هم جشن بگیرین و مهمونی بدین. 2 روز تنها گذاشتمت معلوم نیست چیکار کردی. بلند شو دیگه. در اصل معلوم نیست تو چیکار کردی؟ چیکار کردین؟ رفتین با موزیکای خوب گوش دادین؟ آلارا خانم برای شام لباس سفیدش رو پوشید یا اونی که رنگی بود؟ این چمدونت کجاست؟ اونجاست. دمیر چیکار میکنی؟ ول کن. تو ولش کن. نکش ببینم. لروکس گفتم ول کن. وایسا. ولش کن دیگه. داری چیکار میکنی؟ کمک میکنم چمدونت رو ببندی. دمیر دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. چون که با تو جور دیگه ای نمیشه رفتار کرد. اونو باز نکن. باشه اینا رو خودت برمیداری. ها اینم بذاریم. وقتی هوا سرد میشه میندازی روشونت. خیلی خوب میشه. آخه اینجوری میشه آماده شد حتی یه دونه شلوارکم نداشت. میشه خیلی خوب میشه. من میرم وسایل حمومتو برمیدارم. تو برو لباس بپوش. پایین منتظرم. وای خدای خودت صبر بده. چقدر خوب میشه. ببین با هم اومدن انگار آشتی کردن. خدا کنه. لروکس صابخونه‌های ما اینجا چیکار دارن؟ اوستا محرم دعوتشون کرده. انگار از خاله لیلا خوشش میاد. یعنی من هر چی میگم زندگی خصوصی و قاطی کارم نکنم لطفا بهشون گوشزد کن. بگو یه وقت لو ندم با هم زندگی میکنم. باش. مروه اینا نزدیک هم زندگی میکنن. نمیدونم شایدم دمیرخان رد شدنی سوارش یا کرده. اینکه تو راه همدیگه رو دیدن. دمیرخان کجا زندگی میکنه از من میخوانم؟ اصلا آدرسشو نمیدونم. وقتی برگشتم حتما یه پرسجویی نمیشه. چرا؟ به نظرم نیازی نیست. اگه دور از اینجا هم زندگی کنه ماشین زیر پاشه نه؟ چیزی که مهمه اینه که سختش نیست. وای ابراهیم خان جون شما خیلی خوب کارتونو بلدینا. صبح خیر. صبح خیر. ممنون. خوش اومدی. ممنون. دوستان همه اینجا؟ محرم خان نیست؟ میاد نگران نباش. خب ماشین نیومده؟ عزمی خانم بهشون زنگ زدی؟ قرار بود اونم آلاره خانم ترتیبشو بده اما اونهاش اومد. خدا رو شکر. دمیر خان شما با ما میای؟ اونجا میبینمتون عزمی خانم. سفر خوبی داشته باشید. ممنون. خداحافظ دمیر جون. خاله لیلا، خاله فیروزه، خواهش میکنم مراقب باشین. باشه دمیر فقط رئیس منه. ما تو اون خونه با هم زندگی نمی کنیم. باشه نگران نباش. وای لروک زود باش بیا بریم. میخوایم خوش بگذرونیم. اما محرم خان نیومده که. اومدم لیلا. خب دیگه بریم. بفرمایید.
چی شده؟ ما هم اومدیم اینو بپرسیم. چه خبره عزیزم؟ چرا از ماشین دمیرخان پیاده شدی ها؟ نمیخواستم با آلارا بیام مسافرت. دمیر به زور منو آورد. فقط همین. خب حرفم زدین. آخر هفته تو پاریس چی کارا کردن؟ پروژه ارائه دادن. خب ارائه 1 ساعته. بعدش چی؟ وای آیدا، من از کجا باید بدونم؟ در ضمن یکم صبور باشین. هر طور شده آلارا خانم لحظه به لحظه‌شو براتون تعریف میکنه. دوبله شده در استودیو جم. فرخان جون، حالتون خوبه؟ دخترا میگم فرخان حالش خیلی بده. شما دارید چیزی ندارین همراهتون؟ نه. به خدا من نابود شدم. اوضاع معدم خیلی به هم ریخته. یکم آروم رانندگی کن. فرخان جون به هیچ وجه بالا نیاری وگرنه تا حال تو در میارم. چرا جونم؟ خب بنده خدا دستش پاکته. من اینطوری گفتم که یکم حالش خوب بشه. کل معدم رو در بیاره. اوستا وضعیتم خرابه. حتی حالا که داری در میاری تیرویدم هم در بیار راحت شم. عزمیه جون بیا اینو بگیره یکم بادش بزن. وای دست درد نکنه فیروز خانم جون. فرخ جان به اطراف نگاه نکن، مستقیم به روبرو نگاه کن. اگه به روبرو نگاه کنی بهتر میشه. به چیز دیگه ای فکر کن. ذهن تو به یه چیز دیگه مشغول کن. پس بهتره به ام زیورم فکر کنم. وایسا ببینم. اینم نشد که. پس چیز کنیم. آهنگ بخونیم. چطوری؟ آره فکر خیلی خوبیه. آره خب چی بخونیم؟ زود باشید ببینم. همه به من گوش کنن. همه 1 2 3. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum, günleri saya saya. Al beni kıyamam seni. Dertlere karıyorum, günleri saya saya. Al beni kıyamam seni. Pembe gül idim soldum, ak güle ibret oldum. Pembe gül idim soldum, ak güle ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kalıp al beni kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım al beni kıyamam seni. آفرین فرخان جون، آفرین. لیلا خانم ببین چقدر زیبا. بله محرم خان خیلی زیباست. بذارین کمکتون کنم. خیلی ممنون. دستتون درد خواهش نکنه. میکنم. وای چه هوای خوبیه. چقدر خوب شد اومدیم. آره دست محرم خان خیلی درد قشنگیه. نکنه که دعوتمون باورم کرد. نمیشه که الان سر کار نیستیم. دوستان دارین چی کار میکنین؟ یعنی به هر حال یکی میتونه یکی نمیتونه داداش. دیوونه نشو برو. یعنی فکرشو بکن میخوایم ماه عسلمون رو اینجا بگذرونیم. نه عشقم این ماه عسلمون نیست. اینجا اولین سفر کاریه که با هم اومدیم. ماه عسل جداست. اونو جدا میگیریم. باشه خیلی خوب. خوش اومدی. سفر چطور بود؟ خسته شدی؟ بروک من خیلی بد شدم. برگشتنی بیام تو ماشین تو. این ماشین خیلی تکونم داد. یه لحظه فرخ.
همه اومدن. پذیرش الان شلوغ میشه. بریم تو اون کافه منتظر بمونیم. سلام، نیازی نیست همه اینجا بمونن. کارت ملیاتونو بدین به من کارتون انجام میدم. تو هم همینجا منتظر باشه خوشتیپ جون. لروکس سلام، کارت ملی تو بده، تو هم با من میمونی. بیا بگیر. برو، کارت ملی ها رو میخوان چیکار کنیم حالا؟ مال تو رو نمیتونیم بدیم، روش فامیلی منو نوشته. مروه موتلو درو به میاد. میاد. اما اگه اینجا بفهمم متأهل شدیم خیلی بد میشه. من کارت ملی خودم رو بدم برای تو هم بگیم یادمون رفت. اون وقت خود ملی منو میپرسن دیگه. درسته. فراخان جون. از یه خانم جون. جان. پس تو فرار کن، من اینا رو سرگرم میکنم. چی کار کنم؟ تو شوهر قهرمانم. آره خب. آهای با شما ها هستم. میشنوی؟ اومدم عزمیه خان. کلید اتاقو گرفتم بوراک، میتونیم بریم. فقط گفته باشم تخت کنار پنجره مال منه ها. برای خودم اتاق جدا گرفتم، هر جا دوست داری بخواب. اوه جون، یعنی من تنها میمونم؟ زنده باشی بوراک. خدمت شما. برو. برو. نه باشه، اومدم داداش. بیا، اتاق ما هم اینجاست مروه. خیلی دوره. بعدن میبینیمتون. باشه خوشگلم. از دست تو دمیر. آخه تعطیلات کت بپوشم. من اینو وقتی خونه تمیز میکنم میپوشم. کاش خودم وسایلمو آماده میکردم. بیا. چه خبره همسایه؟ لروکس اینه چیه؟ چمدونم و صبح زود جمع کردم. هرچی دستم اومد انداختم توش. از همه چی یکم هست دیگه. شت ببین منو. دمیر خان و آلارا خانم با هم دیگه اومدن، درسته؟ آره با هم اومدن. احتمالاً بعد از اینکه تو رو رسونده رفته دنبالش. من به شما گفته باشم اینا تو پاریس رابطه‌شون جدی شده. به نظرم حتی یلدریم خانم متوجه این قضیه هست. یعنی برای اینکه دخترش با دمیر خان بتونن برن مسافرت رسما اجازه داد کارش عقب بیفته. شک. مدیر جذاب شرکت معماری آرتمین دمیر ارندیل داماد هتلدار معروف یلدریم گریکلی میشه. چیزه به نظرت اینا تو یه اتاق میمونن؟ خب به هر حال دوست دختر دوست پسرن دیگه. با هر کوفتی که میخواد بمونه. به من چه؟
نگران نباشین، من چک کردم اتاقشون کنار همم نیست. یعنی چه اتاق کنار هم نیست؟ من مخصوصا اینجوری رزرو کردم. اما بعدا زنگ زدین عوض کردین خانم محترم. نه همچین کاری نکردم. دیروز زنگ زدین یادداشت شده. معلومه که یه اشتباهی شده. باشه دوباره عوضش کنیم. اما متاسفانه اتاق کناریشون دیگه پره. حتی اتاقشون حسابی از هم دوره. باشه اما تو چرا اینو کنترل کردی؟ ما اینیم دیگه عزیزم. البته خب بالاخره این یه مسافرت کاریه، پس بگو دمیر خان مراقبه که زندگی شخصیش با کارش قاطی نشه. دختران داشتین حرف میزدین؟ آره وای من عاشق این کارم. لیلا ببین همه دخترها اینجا. آره همه جوونا اینجا. بگیم ببینم داشتین در مورد چی حرف میزدین ها؟ خب دیگه بچه ها پاشین بریم بیرون، اینجا هوا خیلی گرمه. به هر حال 10 نفر یه جا. تا ما اومدیم شما دارین میرین؟ آها این چه حرفیه فیروز خانم؟ قرار بود یکم دیگه تو حیات هم دیگه رو ببینیم. در ضمن آلاره خانم کلی مسابقه و بازی خوشگذرونی تدارک دیدن. چجور مسابقاتی ها؟ از این بازی گروهی. آلاره خانم میخواد مسابقه بده؟ چقدر اعتماد به نفس داره. تو کل عمرش از یه درخت بالا رفته. ببینم بدون باباش چه کاری از دستش برمیاد. بله لروکس جون عزیزم آروم باش، همه با هم بازی میکنیم. آره دقیقاً آیدو جون. یه بازی در حال انجامه. شب نگاه میکنم یه جوره، روز نگاه میکنم جور دیگه است. اما این بار نمیتونن منو بازی بدن. اگه میخوان بازی کنن تلخترین شکست زندگیشون رو نشونشون میدم. این الان منظورش دمیر و آلارا بود. کی لروکسو به بازی گرفته؟ من که هیچی نفهمیدم اصلا. منم اون قسمتی که گفت شب یه جور روز یه جور دیگه شو نفهمیدم. اون چیزه وقتی گفتی مسابقه جوش آورد نمیدونه داره چی میگه. همینجوری یه چیزی گفت. ما هم بریم دیگه پاشو. دقیقاً زود باشیم بریم. خوش اومدی. ممنون شد. آره واقعا. بیا سلام. خیلی خوشگله. عالیه. همه جمع شدن؟ خب دوستان میخوایم الان این کار انجام بدیم. اول به 2 گروه تقسیم میشیم، بعد 2 تا ماشین میاد و ما رو به محل مورد نظر میبره و اونجا بازیای فوق‌العاده‌ای با هم دیگه انجام میدیم. خب اینم تو ترتیب دادی؟ گفتم یکم سرگرم بشیم. اونی که برنده بشه چی گیرش میاد؟ کسایی که شکست میخورن برنده ها رو به شام دعوت میکنن. من واسه جایزه بازی نمیکنم، برای بردن بازی میکنم. جفتشم یکی. اصلا فکر نمیکنم. خب دوستان با این انرژی که میبینم امیدوارم که به هممون خوش بگذره. مگه نه لروکس خانم؟ خب کی افراد تیمو انتخاب میکنه؟ البته که دمیر. خب پس گرکشی شروع میکنی. برای خان اول شما شروع کنید. البته. اجازه میدین؟ من ای لروکس. آلارا. زوجه قدرتمند کنار هم هستن، اما الان تیم روبرو ضعیف نمیشه، یه وقت ناحقی میشه. ما طوریمون نمیشه، اما شاید شما به بازیایی که قدرت عضلانی میخواد عادت نداشته باشید. خوبه که رقیبمون امیدواره، اما چیزی که باعث میشه ببره قدرت نیست، استراتژی. آها ما تو این موضوع هم خیلی قویم. ادامه بدیم؟ البته که ادامه بدیم. من دیگه من اوسا محرمو میخوام.
ابراهیم آی ابراهیم من بورا آیدا مرده من نظمیه خانم یا تکلیف بود دوبله شده در استدیو جری برو چیه؟ بیا دیگه بیا اینجا بزن میگم من دنی چون من انتخاب کن من انتخاب کن. باشه فیروز خانم عالی شد. چون گروه همون برابر شدن لیلا خانم هم داورمون میشه. الان همه برن ترکتشون تا آماده بشن. یه رو به دیگه برای رفتن به محل مورد نظر همینجا جمع میشیم. خیلی خوب دوستان، همینجا منتظرتون هستیم. زود باشیم بریم زود باشیم بریم چی میشه؟ کل بچه شرکت میخوان برن، یعنی دیمیر و لروکس هم باهاشونن. یه طرف جنگل، یه طرف آب و دریا. مگه محیط از این رومانتیک تر میشه لیلا جونم؟ پس اینقدر خوش گذروندین که آلاره خانم برای اینکه از تو دور نشه تصمیم گرفته یه برنامه مسافرتی دیگه هم بچینه. خیلی خوبه. به خونه خوش اومدی دمیر. اعصاب خورد کن. چیکار کنم؟ خوشگذرونی تو آلارا رو تماشا کنم؟ نه به دوتا خبر کن بیاد باغچه رو سوراخ کنی. Pembe gülüm soldu, ak güne ibret oldu. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni kıyamam seni. لروکس آلارا